سلام شما. امروز می‌خوایم یک نگاه دقیق تر بندازیم به یک کتابی که خب خیلی سر و صدا کرده. 48 قانون قدرت، نوشته رابرت گرین. سلام، بله. کتابیه که واقعا نمیشه نادیدش گرفت. دقیقاً. شما منابع مختلفی هم در اختیار ما گذاشتید، از نقد و بررسی گرفته تا خلاصه. هدفمون اینه که با هم نکات کلیدی و اون بخشای چالش برانگیزش رو بکشیم بیرون. آره، کتاب ادعا میکنه یه جور راهنماست برای فهمیدن قدرت، به دست آوردنش و خب حفظ کردنش. با درس‌های از تاریخ و شخصیت‌هایی مثل ماکیاولی و سونتوتزو و اینها. درسته. حالا بعضی منابعی که شما دادید خیلی تحسینش کردن، بعضی هم به شدت کوبیدنش. آره، کاملا دو قطبی انگار. دقیقاً. پس هدف ما تو این گپ و گفت کوتاه همینه. ببینیم اصل حرف چیه؟ از یه طرف میگن ابزاریه برای فهمیدن، میدونید، پویایی‌های پیچیده قدرت تو جامعه، تو محل کار. از طرف دیگه هم خب متهمش میکنن به ترویج، فریبکاری و رفتارهای غیر اخلاقی. بله بله. خب پس بیایید بازش کنیم. اساساً پیام اصلی گرین چیه؟ دیدگاهش به خود قدرت چیه؟ ذاتاً غیر اخلاقیه. یعنی امورال. یعنی چی؟ نه خوبه نه بد؟ دقیقاً. مثل یه چاقو میمونه. میتونی باهاش جراحی کنی، میتونی آدم بکشی. کتاب سعی داره نشون بده قدرت چطور کار میکنه تو ساختارهای مختلف. از دربار پادشاه گرفته تا شرکت‌های امروزی. آره. چطور این ابزار به کار گرفته شده؟ خب برای اینکه شما هم یه تصویری از محتوای کتاب داشته باشید، به چند تا قانون کلیدی اشاره کنیم. مثلا قانون 5. آها، قانون شهرت. بله، شهرت سنگ بنیان قدرت است. با جانتان از آن محافظت کنید. چقدر این تو دنیای امروز مهمه. اعتبار، تصویر عمومی. خیلی. تاریخ هم پر از مثالاش، کلئوپاترا و بقیه. یا مثلا یه قانون دیگه که به نظر کاربردی میاد، قانون 48. بیشکل بمانید. یعنی انعطاف پذیر باش، سازگار شو. دقیقاً. تو این دنیایی که همه چیز داره عوض میشه، این خیلی مفهوم مهمیه به نظرم. درسته، ولی خب همونطور که گفتیم همه قوانین انقدر بی دردسر نیستن. اوه بله، میرسیم به اون جاهای بحث برانگیز. مثلا قانون 15. دشمن خود را کاملا در هم بشکنید. این یکی خب خیلی ها را ناراحت میکنه، خیلی بیرحمانه به نظر میاد. آره، این از اون قانوناییه که خیلی بهش گیر میدن. یا مثلا قانون 3، نیت خود را پنهان کنید. که مستقیما میره سراغ پنهانکاری، عدم شفافیت. بله، جالبه توی یکی از مقالاتی که فرستاده بودی نویسنده حتی قانون 7 رو یادتونه؟ کارو دیگران بکنن، اعتبارش مال شما باشه. آها، اونم خیلی بحث برانگیزه. دقیقاً. نویسنده اونجا یه نگاه متفاوتی داشت. میگفت شاید بشه گفت یه جور تفویض اختیار مؤثره، البته اگه نیت درست باشه. البته که خب طبیعتاً این دیدگاه هم کلی مخالف داشت و بحث انگیز بود. قطعاً. ولی خب همین مثالا نشون میده چرا این کتاب اینقدر واکنش‌های متفاوتی برانگیخته. بله. منتقدا همونطور که تو منابع شما هم هست، مثلا تو نقد دکتر جباریان یا نظرات خواننده‌ها، میگن این قوانین دارن فریبکاری و سوء استفاده رو عادی میکنن، رفتارهای غیر اخلاقی رو. دیگه مدرنه. و در مقابل خب خود گرین و طرفداراش چی میگن؟ اونها میگن ببینید این کتاب فقط داره واقعیت‌های شاید بگیم تلخ دنیای قدرت رو نشون میده، بازتاب میده. یعنی نمیگه این کارها خوبه، فقط میگه این اتفاقا میفته. تقریباً. گرین خودش یه جا گفته بود شاید فقط تعداد کمی از این قوانین آشکار و فریبکارانه باشن. بقیه‌شون بیشتر استراتژی‌های برای بقا هستن توی سیستم‌های پیچیده قدرت. جالبه. خب پس با این دیدگاه که اینا فقط بازتاب واقعیته، سوال اصلی برای شما شنونده عزیز این میشه که چطور باید باهاش مواجه شد؟ یعنی فقط یه راهنمای تاریک برای رسیدن به قدرته؟ لزوماً نه. ببینید یه نکته مهمی که توی یکی از تحلیل‌ها هم بود اینه. حتی اگه شما نخواید از این قوانین استفاده کنید، اصلا نخواید این مدلی باشید که احتمالاً خیلیا نمیخوان. دقیقاً. حتی در اون صورت هم شناختن این قوانین میتونه خیلی به درد بخور باشه. چطور؟ یعنی مثل اینکه بدونی طرف مقابلت داره از چه تاکتیکی استفاده میکنه. دقیقاً. مثل شناختن تاکتیک‌های فروشنده‌ای که میخواد چیزی رو به شما غالب کنه. به شما کمک میکنه این بازی‌های قدرت رو تشخیص بدید.
استراتژی‌های پنهانی که دیگران ممکنه تو محیط کار، تو روابط اجتماعی، حتی تو مذاکرات علیه شما به کار ببرن. یه مثال میزنید؟ حتماً. فرض کنید توی یه جلسه کاری هستید. حس می‌کنید یکی داره خیلی مبهم حرف میزنه. هدف اصلیش رو نمیگه. خب، آها. اگه قانون 3 نیت خود را پنهان کنید رو بشناسید، یه زنگ خطری براتون به صدا در میاد. متوجه میشید شاید طرف داره از این تاکتیک استفاده میکنه. پس میشه یه ابزار دفاعی در برابر فریبکاری دیگران. دقیقاً. ابزاری برای دفاع از خودتون در برابر این نوع رفتارها. حداقلش اینه که آگاه تر میشید. پس به طور خلاصه 48 قانون قدرت مثل یک شمشیر دولبه است انگار. کاملاً. از یه طرف میتونه یه درک عمیقی بده از پویایی‌های قدرت از طبیعت انسان شاید. از طرف دیگه خب ممکنه راهنمایی برای رفتارهای مشکلساز و غیر اخلاقی تلقی بشه. و منابع شما هم همین رو نشون میدن. واکنش‌ها خیلی گسترده است. از تحسین برای اون بینش‌های استراتژیکش گرفته تا انتقاد شدید اخلاقی. نکته کلیدی پس چیه؟ کلید اصلی به نظرم نگاه نقادانه است. اینکه شما این قوانین رو با قطب‌نمای اخلاقی خودتون، با ارزش‌های شخصی خودتون بسنجید. یعنی کورکورانه قبول یا رد نکنیم؟ دقیقاً. شاید بهتر باشه بهش به عنوان یه تحلیل نگاه کرد. یه تحلیل تاریخی روانشناختی، نه لزوماً یه کتاب راهنمای عملی برای زندگی روزمره. و خب این بحث یه سوال مهم رو به نظرم برای فکر کردن باقی میگذاره. آره، یه سوال اساسی. تو دنیایی که به نظر میاد خیلی ها چه آگاهانه چه ناآگاهانه دارن از تاکتیک‌های شبیه این کتاب استفاده میکنن، خب مرز دقیق بین داشتن استراتژی هوشمندانه و زرنگی با رفتار غیر اخلاقی و فریبکارانه واقعاً کجاست؟ سوال سختیه. و مهمتر از اون، شما شنونده عزیز این مرز رو برای خودتون چطور تعریف میکنید؟ تو زندگی شخصیتون، تو زندگی حرفه‌ایتون چطور ازش محافظت میکنید؟ این چیزیه که فکر میکنم ارزش فکر کردن داره.